آیا میدونید که در گذشته به ملوان‌های نیروی دریایی بریتانیا سرباز لیمویی میگفتند؟ علتش چی بود که همچین لقبی به اونا میدادن و اونا چجوری میتونستن از ابتلا به بیماری خطرناک اسکوربوت جلوگیری کنن؟ اسکوربوت بیماری بی‌نظیری بود و در دوره‌ای از تاریخ بشر تو آبهای آزاد رایج بود. مورخان تخمین زدند بین قرن 16 تا 19 اسکوربوت مرگ 2 میلیون نفر رو در دریاها رقم زد. مبتلایان به این بیماری بیحال و افسرده می شدند و لثه ها و سایر بافت‌های نرم بدنشون خونریزی می کرد. با پیشرفت بیماری دندونهاشون می افتاد، زخم‌های باز روی بدنشون ایجاد می شد، تب می کردن، دچار یرقان می شدن و کنترل دست و پاشون رو از دست می دادن. در اون زمان کشتی هایی که راهی سواحل دوردست می شدن می دونستن پیش از نیمی از قدمشون طی سفر خواهد موند. قاتل اونها بومیان خشمگین یا رزمناک‌های دشمن یا احساس غربت نبود، بلکه بیماری مرموز اسکوربوت بود. کسی علت رو نمیدونست و هیچ علاجی کارساز نبود و دریانوردان دسته دسته می‌مردند. در سال 1747 وقتی یک پزشک انگلیسی به نام جیمز لیند آزمایش کنترل شده‌ای رو روی دریانوردان مبتلا به این بیماری انجام داد، ورق برگشت. جیمز لیند دریانوردها رو به چندین گروه تقسیم کرد و هر گروه رو تحت مداوای متفاوتی قرار داد. یکی از گروه‌ها مجبور به خوردن مرکبات مثل لیمو و نارنج شد. بیماران این گروه بلافاصله سلامت خودشون رو بازیافتند. اما لیند نمیدونست چه چیزی توی مرکبات وجود داره که تو بدن دریانوردها نیست. اما ما میدونیم که اون چیز ویتامین C بود. غذای معمول دریانوردا در اون زمان فاقد این ماده غذایی حیاتی بود. غذای دریانوردا در سفرهای طولانی معمولا شامل بیسکویت و گوشت و گاو میشد و هیچ گونه سبزیجات و میوه‌ای مصرف نمی‌کرد. نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا به آزمایش‌های لیند متقاعد نشد، اما کسی به اسم جیمز کوک اونها رو متقاعد کرد. اون مصمم شد تا صحت ادعای این پزشک رو ثابت کنه. از کشتیش پر از ترشی‌های کلم کرد و به ملواناش دستور داد هر وقت به ساحل میرسن تا میتونن میوه‌های تازه و سبزیجات بخورن. با این حال بیماری اسکوربوت حتی یک قربانی هم از جیمز کوک نگرفت. جیمز کوک در 1779 درگذشت و در دهه 1790 پس از انجام مجموعی از آزمایش‌های تجربی فهمیدن که مرکبات مثل پرتقال و لیمو در برابر اسکوربوت قدرت پیشگیری داره و نیروی دریایی بریتانیا دستورالعمل رسمی رو صادر کرد که در اون همه کشتی‌ها مجبور به استفاده از مرکبات شدند. جیمز لیند یک جراح نیروی دریایی انگلیسی به یک کشف بسیار مهم دست پیدا کرد. اون متوجه شد که دریانوردانی که تو سفرهای طولانی دریایی شرکت می‌کردن با مصرف مرکبات مثل لیمو و نارنج بدون مبتلا شدن به بیماری زندگی می‌کردند. این کشف به ویتامین C که بعدها شناخته شد نزدیک شد. دلیل نامگذاری ویتامین C به بیماری اسکوربوت برمیگرده. نام این ویتامین از روی این بیماری گرفته شده و ابتدا به عنوان فاکتور اصلی پیشگیری کننده اسکوربوت شناخته میشد که بعدها به اسکوربیک اسید تغییر نام داد. کشف اسید اسکوربیک به سال 1912 برمیگرده. در سال 1937 جایزه نوبل فیزیولوژی به 2 فردی که نقش مهمی در کشف این ماده داشتن اهدا شد. ممنون میشم از شما که از من حمایت کنید.